سلام دوستان عزیز، چی حال دارین؟ تایت هستین؟ خوش آمدید در نیو ولاگ. ولاگ خود امروز آغاز میکنیم دیگه. شما ببینین که چطور شد، چطور تاخیرات آمد. به خاطری که من میخواستم خط بردم دیگه، باز کمک خط و بالا شد، بس به او خاطر من گرفتم بخی کلین کردم. خب امید است که یک روز خوب خوش را آغاز کرده باشین. آمدیم ما در طرف های نورد، اینجا چند تا دوستای ما هستن. امروز ما پلان داریم که بریم بخیر طرف های 7 لیک. اونجا یک بسیار یک لیک خیلی عالی مباشم. گفتیم بیا بریم امروز یک چکر بریم دیگه. اینجا آمدیم دوستا رو پیکاپ کنم. فعلا زنگم میزنم نمیورداره دیگه. منتظر هستیم دیگه که چی میشه امروز، چی کارا میشه دیگه، چی جایی رو میخوایم به شما نشان میدم دیگه. با ما همراه باشین. یام که هستم، یام طرف های نارد میباشه دیگه. زنگ زدم فعلا بالا نکرد. دوستای عزیز بالاخره رسیدیم در 7 لیک دیگه. ما گفته تو بعد از 5 سال بعد یک کالای افغانی، یک کلچر افغانی دیگه با دوستام آمدیم کلیچان کلچر افغانی و لباس افغانی. پس ما هم خواستم گفتم که یک امروز یک لوک چینج، یک لوک دارم دیگه. فعلا ما نو رسیدیم اینجا دیگه. چی داریم جای میپالیم، یک جای سعیتر بشینیم که دوستا یک فن دیگه. اینجا منظرم خیلی یک منظر خوب و زیباست، بسیار یک منظر عالی، منظر آرام به حساب دیگه. فامیلی خیلی خوب میباشن و دیگه یک بسیار یک لیگ مقبول، بسیار یک جای طبیعت بسیار عالی. کدی دوستا آمدیم دیگه، میریم طرفا چکر. کلی بچه ها رو میبینیم، کلیشان نام خدا کلچر افغانی. یک تا کلی کنه داری اونو بچه پیپسی دارم میگم. خلاص كده بيزا خلاص كده واخر ورده سلاد دي خاطر تقسيم كي واخله في طابور كي واچو ويا بيزا څوره وړي دوه درې څلور بيزا کو څلور څلور کې وګنه وبازي خلک دی ولن ځل چې لا بل اوسه ګوره دا اسمه جان دا اسمه جان دا هغه د وسم کته سي ودل کته دی یو ولا مې ده کنه ټول مرض ده طالبان فکر مې سره غلي دي. عوام شده سرد، یک طوفانی آمد دیگه. پلان می شد که در برای طرف خانه چای است.
عاشقانه شده. بیا کالای افغانی، کلچر هم افغانی، آب و هوا هم افغانی. متاسفانه ده دیگه چی بگم. یگانه چیزی که میخواستم بگم این که آب و هوا خیلی سرد شده. بسیار یک شمالک های تیز و حسابی که بگم خنک شده. یک دفعه آب و هوا چینج شد دیگه. اینجا گفته نمیتونم به خاطر که آب و هوای کانادا که از تایم میشه چی میباشن. آب و هوا یک دفعه چینج میشه، یک دفعه تغییر میکنه، یک دفعه هفته میبره، یک دفعه چی میبره. بسیار یک آب و هوای چی داره. تو مطمئن نیستی که امروز چی باید بپوشی. اگر چیزی که به من جالب تمام میشه در کانادا این است که همیشه آب و هوایش یک دفعه تغییر میکنه. یک وقت آمده بودیم آفتابی بودن، اما حالی میبینیم که یک آب و هوای بسیار آب و هوای سرد طوفان. اوه نشناکو خدا نشناکو خدا نو گپ بزن اما یک تا بایسکله گرفتیم 2 نفره. ما میدوان میشه دفعه اول از کلا را خو میبینین کلام زیدی زیره است فهمیدی؟ کلارم تانگ هم که بزنی کار نمیده. کلارم به جای داده بیادر که مشکنه پای مشکنه کل سر نمشکنه. این روان هستیم بیادر این آستا یاد میشه فهمیدی؟ تو اوه مای گاد. سلو برو بچه سلو برو چی میگنه و بچه پایین میشه منو بگو که ما پایین میشه. ویدیو چالان دست بگی ویدیو بگی ویدیو هست با قرآن در صورتی 20 میده وی برو سلوک نه پایین نشو چون دوستای عزیز نو رسیدیم طرف نورد ایدمانتون دیگه. برنامه نمیشه با پایان میرسانیم. شما رو به خدای یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشین. چینل ما رو سابسکرایب کنین. خداحافظ تا دیدار بعد.